دوست باهوش من، درود بر تو. امروز قراره با هم یاد بگیریم چطور از چت جی پی تی که یکی از قوی ترین ابزارهای هوش مصنوعی دنیاست استفاده کنیم. اونم بدون نیاز به هیچ شماره مجازی یا مهارت خاصی. با من همراه باش، چون قراره راه‌های درآمدزایی با این ابزار قدرتمند رو یاد بگیری و کلی ایده ناب کشف کنی. چون فعلا توی ایران چت جی پی تی فیلتره، قبل از هر چیز وی پی ان گوشیتون رو روشن کنید و اگه سرورتون رو امریکا یا آلمان بگذارید بهتره. وارد گوگل پلی یا اپ استور گوشیتون بشید و سرچ کنید چت جی پی تی بای اوپن ای آی و چت جی پی تی رو اینستال کنید. خب چت جی پی تی روی موبایل من نصب شد و آیکونش رو روی صفحه موبایلم میبینید. با انتخاب این آیکون وارد صفحه خوش آمدگویی میشیم و کانتینیو رو میزنیم تا وارد محیط چت بشیم. برای اینکه بتونید از امکانات مختلف چت جی پی تی مثل ذخیره تنظیمات و چت هاتون استفاده کنید، لازمه که ساین آپ یا ثبت نام کنید که این ثبت نام رو میتونید با ایمیل، با حساب گوگل و یا توی آیفون با اپل آیدی انجام بدید. اگه با ایمیل ثبت نام کنید، باید یک رمز هم بسازید و ممکنه لازم باشه که یک شماره تلفن هم وارد کنید که البته این بستگی به کشور و ورژن چت جی پی تی داره، ولی تو بیشتر موارد ورود این شماره تلفن ضروری نیست. خب من با حساب گوگلم ادامه میدم و ثبت نام انجام میدم. حالا وقتشه از قدرت واقعی چت جی پی تی استفاده کنی. هر سوالی داری، هر ایده‌ای تو ذهنته، این دستیار هوشمند کنارت آماده است. یادت باشه هرچی دقیق تر سوال بپرسی، جوابهای دقیق تر و کاربردی تری میگیری. مثلا من از چت جی پی تی خواستم که برام یه متن تبلیغاتی برای فروش عطر بنویسه و شما پاسخش رو میبینید. بعد درخواستم رو دقیق تر کردم و خواستم مثل یک کارشناس فروش برام یه متن تبلیغاتی جذاب برای فروش عطر زنونه بنویسه و به خاص بودن عطر اشاره داشته باشه. میبینید که نتیجه خیلی بهتری گرفتم. چت جی پی تی یه ابزار با هزاران کاربرد شگفت‌انگیز. تو این ویدیو چند تا از کاربردهای جذابش رو بهت معرفی میکنم تا خودت ببینی چطور میتونه مسیر درآمدزایی تو تغییر بده. با کمک چت جی پی تی میتونی تولید محتوا کنی. مثلا میتونی ازش بخوای برات یه پست اینستاگرام بنویسه یا توضیح محصولت برای فروش توی فروشگاه آنلاینت رو برات بنویسه یا ایده بگیری برای ساختن ویدیو. میتونی باهاش مقاله بنویسی یا برای نوشتن یه ایمیل حرفه‌ای ازش کمک بگیری، کتاب خلاصه کنی یا اگر موضوعی برات پیچیده است میتونی ازش بخوای به زبون ساده بهت یادش بده. به سوالات درسی یا شغلیت به خوبی جواب میده. میتونی ازش بخوای تو نوشتن پلن کسب و کارت بهت کمک بکنه یا مثل یک مترجم حرفه‌ای کنارت باشه. دیدی؟ بدون هیچ مهارت خاصی حالا یه ابزار قدرتمند مثل چت جی پی تی کنارت داری. فقط کافیه هوشمندانه ازش استفاده کنی تا کلی فرصت عالی برات باز بشه. اگه از ویدیوی امروز هوش پولساز خوشت اومد حتما لایک کن و عضو کانال شو. تازه اول راهیم. قراره با هم کلی چیز باحال یاد بگیریم.